سلام، مهمان برنامه امروزه ما همکارم از رادیوی فردا مهتاب وحیدی راد است و مهتاب به برنامه ما خوش آمدید. مقامات ایران تاکنون به گزارش‌ها درباره حمله‌های هوایی به موضع دولت اسلامی در شهر دیالای عراق چگونه واکنش کردند؟ آخرین واکنش مربوط هست به واکنش وزارت خارجه ایران. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز امروز گفت که این همکاری صحت نداره. در حقیقت همکاری ایران با آمریکا رو در حملات نظامی علیه مواضع گروه خلافت اسلامی تکذیب کرد و گفت که ما سیاست هامون هیچ تغییری نکرده نسبت به قبل در مقابله با گروه داعش. سردار جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم این موضوع رو تکذیب کرده بود قبلا و گفته بود که اصلا همکاری نظامی ایران با آمریکا نخواهد داشت در این زمینه. اما نکته‌ای که قابل توجه هست اینه که هیچ کدوم از این دو مقام راجع به حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی اظهار نظر نکردن، یعنی نه تایید کردن و نه تکذیب. ولی راجع به این گزارش‌ها که ایران با آمریکا حملات علیه جنگجویان در داخل عراق را موافقه کرده است، در مطبوعات آمریکایی چه گفته شده است؟ بله، از طرف مقام‌های آمریکا این موضوع البته نه به صورت توافق اما استقبال شده. کما اینکه چند وقت پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی تنها یک ائتلاف نظامی نیست و ایران هم میتونه نقشی داشته باشه. اما ژنرال جان آلن که رهبری ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی رو بر عهده داره گفته که هیچ گونه همکاری نظامی بین ایران و آمریکا وجود نداره و از طرف دیگه سایر مقام‌های آمریکا از جمله سخنگوی پنتاگون گفته که ایران و آمریکا میتونن با هم همکاری داشته باشن اما تاکنون هیچ توافقی صورت نگرفته بین ایران و آمریکا برای حملات علیه گروه خلافت اسلامی. تشکر. همکارم مهتاب وحیدی راد از رادیوی فردا صحبت میکرد. تشکر. متشکرم.